سلام بچه‌ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز اومدیم با یه ویدیوی پیازی. امروز قراره وحشتناکترین ترکیباتی که میشه با پیاز انجام داد رو تست کنیم. 2 تا مهمون داریم، بریم باشون آشنا شیم. خب آقا آرمین چطوری؟ داداش چیکار می‌خوای با اون بکنی؟ کارهای بد. داداش من از سر غذا گشنه، من خواستم غذا بخورم گفتی چیزی نخور. پا شدیم اومدیم اینجا، چی می‌خوای بدی بخور؟ خب ان شاءالله بعدش با هم میریم بیمارستان. نظرت چیه؟ غذا بیمارستان می‌خوای؟ نه هیچ بدتر اش. خب آقا عرفان شما چطوری؟ داشتم کردم خوبم. عشق منی. قراره که یه کار کنم معدت عشق کن. معده من عشق نمیکنه داداش. صفا میکنه. صفا میکنه. ایول. خب بریم سراغ ترکیب اول. خب اولین ترکیب بیسکویت مادره با پیاز. مادر کیه؟ دیگه حالا داداش نمیدونم. خب آقا بردارید، باید یه امتیازی هم بدید. به مزخرف بودنشون من امتیاز دیگه حالا تو خوشمزه جمع که- بدترینا باید. بیسکویت مادر اسپانسر این قسمتمون هستن. آره آقا بیسکویت مادر اگه دوست داری اسپانسرشی حتما این پایین چنل اینستام، چنل پیج اینستام میاد حتما. خوردی؟ خوشمزه داوود بهتره. نزد خود بیسکویت مادر خیلی غالب تره. آره خوب بود. انگار یه اسپری پیاز بغلش تو باشه. پیاز برای من کم داره آجی اصلا. آره تو رو باید ویژه میزدی، پیاز و پنیر اضافه. خیلی بد نبود. اوکی واقعا. تو شیرینه باله. بچه‌ها نمره بدید. الان معیار نمره بندی از چیه؟ از مزخرف بودنه یا آقا؟ نه ببین مزهش اوکیه یا نه؟ خوشمزه. آره از خوشمزه. از 1 تا 10 این که مثلا اگه خوشمزه است مثلا 7. داداش خب من اینو 2 بدم که آیتم بعدیه که میخوای بیاری. دیگه بدید دیگه. منفی 2. منفی نداریم. 100. اونقدر بد نبود. نه اوکی بود. 3 4 4 4 تو بزن دست بالا نمره بدم آجی. 7. 7 چی الان خواهی نشونی متفاوتی. الان مثلا چیت بالای 6 بدی یعنی حالت عادی آذری. یعنی حاضری بخوری میخوری نه واقعا؟ نسبت به ترکیبایی که قراره امروز ممکنه بخورم حدسم اینه که ببین آقا شما هفت اول حرف میتونه زدن تو یاد بگیر. قراره امروز اوکی بخورم. ولکو 7 من 5 میدم. بریم آیتم بعدی. آیتم دوم تیتاب با پیاز. عشق. عشق. این هم فکر کنم مثل ترکیب قبلیشه. بفهم. ببین بزرگتر از همه‌شو برمی‌دارم که یه وقت رفیقا مجبور نباشن چیز بد و زیاد. مرام بابا باریک. خودشه که اصلا منظور پیاز نمیاد. من صداشو میده. نمره بده عزیزم. نمره بدم داشت اونو 7 دادم. اینو 6 میدم. این خدای 5 بودن نظر من. از اون یه ذره بهتر. به نظرم از اون بدتر بود. نه من گنده تر از همه‌شو برداشتم، بیشتر از همه پیاز اون آورد. که آره. ولی راست میگی از اون بهتر بود. بهتر. سلایقی بود دیگه. 5 و نیم من میدم. سلایقی الان یعنی چی سلایقی؟ سلیقه‌ای میخوای بگی؟ دیگه. سلیقه‌ای میخوای بگی؟ سلایق جمع سلایقی سلیقه یعنی است چی؟ یعنی کل سلایقی ایول عشق. بچه کلمه جدید تو کامنت سلایقی. سلایقی. خب شما چی میگی داریم؟ بفرما عزیزم. چی داریم؟ بریم سراغ آیتم بعدی، پیاز با سس شکلات. صوت شبیه داشت این پیاز نه. شیری قالبه. شبیه چیه؟ داشت. رابرت. این دفعه عرفان بزرگه رو برداشت. برو دیگه برو. منم کوچیکه رو برمیدارم. من وای نمیستم رو بخورم، خودم میخورم. وای خدا رو شکر کوچیکه بود. وای حالم داره من میخوره. خیلی بده. آخ واقعا یه لحظه داشتم بالا می آوردم. یعنی یه تیکه دیگه بخوریم. میخوری بخوره اصلا من که نمیخورم. واقعا میخوای بخوری؟ ها؟ واقعا میخوای بخوری؟ رابرت معده‌اش جایی داشتم. یه مشکلی هست رابرت. نمره بده. نمره بدم. من نمره بدم اینو آجی 1 میدم. 2 بار خوردی 1 میدی. یا 2 بده. نه اون دومین بار نمیدم سر چی بود خوردم میخواستم متفاوت باشم.
تو چند میدی؟ من 0 میدم. من 2 میدم. 2 میدی؟ من 0 میدم. من واقعا 0 میدم. این اصلا حالم به هم خورد. خیلی بد. وی من تیکه عصبی گرفتم. بریم سراغ آیتم بعدی. آقا آیتم بعدی خورما. آیتم بعدی انقدر به ما بزرگه رو گذاشتیم برای عرفان کوچیکه رو برداشته بود. ما کوچیکا رو خودمون برداشتیم. واسه خود درست کرده بودی من میخورمش. بخور آقا بخور. ببین لای این پیاز ویژه گذاشته، 3 تیکه پیاز گذاشته مخصوص خودت عزیزم. آقا بیاید بخور. من حالم همینجوری داره برام میخوره. بردار بعد بخور. نه غلط کردی. بذار داداش این برای بود. میدونم ولی بذار دیگه. من که تو رابرت داشتاق پرستو میشناسم. بخور بابا بخور. بخور میخوام اول ریاکشن رو ببینم. یه گاز زدی بخور برگشته میگم یادی بیاینه یه گاز بدم. نه کامل بخور. آره یه باید کامل حتما کامل باشه. آخه دلغک خوشمزه است. نه مزه خورما خیلی غالبه. بخور کامل. نه اوکی. این خیلی از اون سس شکلاته بهتره. این خیلی بهتره. اون دوست داشت دیگه. اوکیه. فاجعه. تو ویدیو میفهم. پیازاشو در آوردی. پیازاشو اول خوردم بعد خورما رو ای خوردم دهنت. و با این حال بازم داشتم بالا می آوردم. نمره بدین آقا. نمره تو بودم. 2 میرم 2 این 1. من اینو نه. خب اونو 0 دادی تو. من اینو کی تقریبا 4. بریم سراغ آیتم بعدی. خب آقا ما آیتم بازم بعدی برداشتیم دستمون. سری از سری قبلی در رد شد قبل اینکه دارم براتون. یارم برداشت. وقتی حالا یه سورپرایز دارم براتون بهتون میگم چه خبره. که بخور عزیزم بخور. بخور. وای خودم بخورم. وای اینقدره از شما من رو نخورم. بابا من فقط یه تیکه پیازشو خوردم که روش یه کوچولو لواشک چسبیده بود. اینقدر بذار ببینم گنده تری هم برداشتم. گفتم لواشک درستش میکنه. آیا اون داره پشت سرت میترکه. ببین کامل بخورم. برو گم شو. کامل بخور. غلط کردی. قانون ویدیو این نبود که کامل با بخوریم. آقا بخوریم. آقا یه ذره داره یه ذره است. یه وقتی که حالت بد شه که دیگه نه. من اصلا نگاه کن من گاز نزدم. من فقط یه تیکه این فشار دادم پیازش اومد. یه ذره لواشک روش چسبیده بود همونو خوردم. یه تو ویدیو ببینید هست. نمره بده. 1-0 منفی 1000 1 یا 0. 1 0 هم داری؟ آره من 0 دادم سر شکلاته. 0 شما نمره بده. 3. منم 3. من بعد از این ویدیو آدم سابق نخواهم شد. خب بریم حالا سراغ آیتم اصلی. داداش ولم کن. این تازه ببین این اوکی بود. ای چیه برو ما ورشاد ویدیو پیاز خوری. آقا یوتیوبره این. ملت میرن استیک میدن نمیدونم میبرن یه روز. بریم واسه آیتم اصلی. نمیتونم. عادی. آقا تا اینا دیگه دیوونه نشدن جدی واقعا بریم سراغ آیتم اصلی. خدا بخیر کنه. خب آیتم آخر و اصلی که گفتم قراره مثلا شیر اضافه میشه بهش، بستنی اضافه میشه بهش، اینا همشون با هم قاطی قراره. هر چیزی تا الان خوردیم به اضافه بستنی و شیر حالا بجز این فکر نکنم. نه چرا؟ لواشک نه. خورما انداختی؟ نه. لواشک رو نه.
انداختن حذف کردم نامرد. یه سال یه سال وای شد. 1 کیلو تو شب شیک پروتئینی منه. حاجی دوربین رو توی نزی من نزدیکی دوست دارم. چیه ای اینو بخورادی؟ فکر نکنم پروتئینی باشه نه پیازیه. ای چای پیاز رو حاجی خیلی خوب بود بسه برای عادی با کف ویژه. آقا تیکه های پیازش نباشه این قابل خوردنه، ولی من به خاطر تیکه پیازش نمیتونم. ببین 500 بدی همین الان کارت به کارت کنی کلشو میخورم. دمت گرم مرسی. اونقدر بد نیست کاملا اوکی. انقدر بد نیست که نشه خورد. یه ذره اون بافت اون پیازه میره زیر آره. دهنت حالتو بد میکنه. آره اولیش اوکی یه ذره بیشتر مزه بیسکویت مادره رو میده. آفرین. خب آقا نمره بده. به ترکیب نهایش مثلا خیلی بد 4 3 3 4 3 2 3 3 4 دیگه تو ویدیوات عادی نمیاد. حال کردی اینو تا آخر. آقا بچه‌ها کی نه. موافق هادی ویدیو بعدی به ما یه غذا خوشمزه بده؟ اگه چقدر لایک بخوره 20 تا 20 تا کمه. نه داداش یه جور میگه اینا چنل مثلا 10,000 داداش نفر ویدیوهای چنل دیگه دارن. هم بیشتر 20 تا بخوره. یعنی ویدیو که نباشه می‌دونم، لایک لایک. خورده. نه خب باشه بزن 20 تا. مشی به رفیقت میخوای شام بدی. یه اگه غذا رو بگیر. 50 تا بخوره نه خب من اگه 50 تا بخوره یه ویدیو میگیرم که میشه فصل کم رفقا امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. یه بچه انقدر باطل گفتن مجبور شدم جاش کلا کات بزنم. اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما ویدیو رو لایک کنید، نظرتون تو کامنت ها بگید. آیدی چنل بچه‌م تو دیسکریپشن هست و اینکه ویدیو دوست دارید بگید تو بگیرم حتما تو آینده. تا ویدیو بعد میبینم. فعلا